آقا گوش کن ده ويستبرح بالله ما في السماوات وما في الارض ويقتل تصویر نگرچه که در زمین اصول خداوند تصویر میگه ذکر میکنه همین برای چی سر قبره برای همه چیزا ما في السماوات وما في الارض انا كده آیه با آیه قبول نداری بگو آیه بگو جای تو برای چی گفتی یسبح لله ما في السماوات وما في الارض يسبح لله ما في السماوات والارض وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون خب حالا چرا خدا گفت اینا خواب تو وقتی اینو ترن به چطور بگو چون چیزی سبز اون روح داره چیزی سبز روح داره سه نوع روحای در چیزی که سبز روحای چیزی خوش روح نداره ذکری چیزی که ترای قوی‌تر از چیزی خوشتره فهمیدید از دلیل با تمام دلیل با دلیل حدیث پیغمبر من آیات میگم گوش کن تمام شد يلا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن چیزی که در دنیا و این شيء اینجا ها شاید ذکر خدا هیچ در اینجا ذکر ترنه ذکر خوشنه ذکر هیچ نشمه نگرفته خاص کرده فقط برای تر برای که پیغمبر خود چوی تر گفتن یا خوش نگفتن اینجا در تعارض میآید گوش کن داملا گوش تو یا با بوفی نگو یا با بوفی نگو من گفتی که نه گوش تو کار شما ایو خدا بله همین که داملا حدیث که آوردی گوش کن داملا این پیغمبر خدا حدیث آورد این برایده حدیث آورد تو حدیث بیار که چونه آیا علی اقرا بگو که چونه تمام گپ دیگه تمام همین فقط به خاطر خدا این همین خانو را بحث کنم این دستخانه مرده کرد به خاطر خدا ایتی داملا میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت هر چیزی که تره ذکر میکنه من گفته خدا میشی طلبش دارم فعلا رسول خدا رسول خدا گفته شده که می تعبیر حدیثم بیو ما حدیث همین هست پیغمبر این در حدیث این شایعاً و صراحتاً در بیجا ذکر شده که چیزی تر ذکر میکنه صراحتاً تشو اینه ایو خفف عنها مولانا یبیسو خب آیه قرآن در تعارض برمان شیرت وإن من شيء إلا يسبح بحمده هر چیزی گوش ترخش به تارچه هر چیزی که ترخش تراش چیه تضاد تضاد چی دست اومده اینجا تو گفت ذکی چیزی تر ذکر نکنه چیزی خوب ذکر نمیکنه خدا میگه که بس بیتا فیلو بس شما شاهدی من در اول حرکت من گفتم که ذکری چیزی تر از ذکر خوب خلاص این از این فرمت داده گوش برای همین خطا گم نکن اون رو عدالت گردن از دادن داشته یک حدیث اومده گفت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تو چوار زد اهل اصحاب برایده گفت که منم بزنه تو یک حدیث پیغمبر خدا که درباره قوم نزنه آیا اهل اصحاب دیور که میگه که نزنه تمام گپ مرد اینا کوچرا بیوه وای ذکر بکنه نکنه همون در دیگر گپ شما شاهدی حدیث نیست مثلا همین بود دو گپ جوتی در کار نیست یکیش که این حدیث با آیه تعارض نداره من نزد خدا و رسول مثلا جواب میدیم در اونم دینو میرم حالا به اینجا جواب دادن نمیشونید تعارض میخواید آکا این گپ او برادر خودت گفت داشته وایمو آکا تمام قول قول رسول گفتی گردن قول رسول گردن انا قول الله جواب قول رسول جواب میدیم در بیجای حدیث ذکر شده که چیزی تر ذکر نکنه آکا بیشتر ذکر نکن خب اینا هیچ چیزی که نکن این گپی تو من که خواهی رو مالتی کنه گوش کن من ذکر نکنه خدا بتا یک بازار مست تحماس من نگوش ذکر نکنه من گفتم در بیجا اومده صراحت حدیث من گفتم آیات شده ولی تو شوی گوش کن من آیات خودم آورده یا بابا التماس عبارت نگریزه همین دست سمون آیات رو گوش کن من آیات داره که واسه هم ما فی تمام و فی الارض همین آیات من آوردم اول اینا شویده یعنی هر چیزی که در زمین اصول ذکر میکنه فهمیدید برای چه خودشم ترسم خود کردن رسول کلمه من نه رسول خدا چون میساز گفتن اگه من نه برای حدیث فهمیدن داملا باید سبب فهمی حدیث تا که حدیث جمعیدن باید داملا این مسئله میگن داملا مسئله حل شی داملا عقل دارن همین باشا التماس من گفتم تو نگو که تو نمیفهمی یا باید نگو تو نمیفهمی باید دلیل دوارده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تو چوازد مون صحابه گفت که دامنم بمونه ابو هریره گفت بمون فهمیدم تو بیا بگو که پیغمبر خدا گفت که چون نزنه یک
خود موقع که فقط دیگه نه مذهب نه نگیره مذهب بگو که یک صحابه گفت که نکنشو پیغمبر اخلاف که نکنش همه گفت اگر بیاوی بگو نیاوی نگو که وای ذکر میکنه نمیکنه این نمیفهمی چی فایده نمیفهم من نمیفهم تو من گفته شدم که خداوند آیه که همه چیز ذکر میکنه رسول خدا گفته چوبی صد بزنه بله فهمیدی چوبی صد بزنه برای چی برای چوبی صد از چوبی خود خوبتر بزنه فهمیدی برای همین برای درسته یا باقی بحثی من تو برای اینکه چوب درسته یا نه او ذکر خوش نکن ما گفتیم که گپ درباره ذکر گپ درباره اصلا گپ درباره اینکه چوب زدن درسته یا نه پیغمبر خدا چوب زد چوب صد زد ما چوب صد میزنیم برای در روایت کرد از الان ما گپشون میگیریم دلیل داری که حدیث بگو نداری دو مسئله دیگه رو ببینیم وقت نیست که خود کشمکش بر دیگه نداره این اینا شایدن با این چیزا رو خدا مثلا حل میکنه حدیث دلیل تبیع دلیل تبیع این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و دلیل بیاکی خاطر رسول است برای همین یگان جوری صحابه رو دلیل دارن برای تا گفته کلمه کرده بزن دیگه من شما را یاد داری حدیث یاد دیگه کار بودیم که چطوری که زیاد پیدا شدن در زمان رسول خدا همین دلیل بیاکی همین خاطر رسول رسول بگو که همین خاطر منه یا یگان اصحاب تمام غیر همین یگان صحابه ما در نام شهر این بسیار چیزا عمل کار حدیث همینه که شما رسول خدا 11 زن گرفت میتونی 11 زن بگیری یگان اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه وقتی که دخرات چمون صحابه هست یا نه صحابه بس تو با صحابه چی چند داره سودی اکرم کسی صحابه چرا بسیاری چیزی که عمر نکرد ابوبکر نکرد علی نکرد عثمان نکرد بسیار کس نکرد یکی ما چیزی که در دین دیگه یا اودم کرد کردیم میشه در اینجا شما ما اگر همین چی قبول بکنید شما چرا اونجا در یک تکمیل مایده شما تکلم چرا اگر شما کلون مایده چرا قبول میکنه دیگه این شما را یعنی این حدیث حدیث خاص همین است که بجز همین رسول اکرم در دین خدیات کمی خاصه رسول حدیث بیار این تا گفتن خدی ما قبول نداریم اجازه قبول نمیکنیم برای چه رسول خدا خودش بر دستشون بود برایده برای خودش راستیات یا فهمید خب برایده نه من نمیگم دروغ این خاطر چی میگوید نه مثلا تمام شده اما در خطاب میکنن این مسئله را دیگه تو خودت چخیلی میفهمی خودت قبولش کن مردم چخیلی میفهمه اصلا قبولش میکنه بالدوه قسم این مسئله یگان حل شدگی نیست این مسئله را شما حل هم نمیکنید بیار حدیث حل شوا همین حدیث خود رسول اکرم صلی الله علیه و بیار رو در کردن که خود رسول ایمینه برای تو قبول داری کو ای قول و قول رسول میگوی انت ای قول رسول بیان که رسول خاصه رسول گفتی چون نمونه توجیکی بگو که پیغمبر خدا چون نمونه این حال حل میشه بیا دیگه مثلا بیا چیزی این تمام حل دیگه مثلا دولت یه مسئله درباره من مثلا فقط کف کنم درباره همین دلایل بیار بگو مذهب کی راست که اینجا که مثال میگه که وقتی که حدیثی صحیح اومد مذهب لازم کنه بله فقط خالی الله رسول بله بارک الله بیا خب بیا ساعت دلیل نه بخون دیگه فرمان تو بیاموز
لیمن شما گفتید من گفتم من کتاب بی کافی نمیشه شما گفتید کافی میشم بیو داری لطفا من یک کتاب میارم بس کتاب نیارم حدیث داره اما حدیث بر کتاب نیارم حدیث بر کتاب دیگه میارم یا فری کتاب حدیث تبیان آیات تبیان آیات لم نکن من المصلین سوره مدثر خب جای دیگه و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون دوم آیه این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم میاره بود اطلاق اسم کفر علی من ترک الصلاه ان بین رجل و مشرکی والكافر ترك الصلاه من ترك الصلاه فقد كفر متعمدا فقد كفر این چه حدیثی این دلیل حدیثی این دلیل چه حدیثی من ترك الصلاه دلیل نورانی نه من ترك الصلاه فقد كفر خب بذاری جون گوش کن من ترک الصلاه گوش کن حدیث رسول ما حدیث همین من ترک الصلاه چی معنی داره ترجمهش کنه بکش هر انسانی که نماز ترک به معنای دست کشیدن از نماز یک انسان دست میکشه یک انسان دست میکشه نمیخونش یعنی ندونه فرض واجبه نمیخونه کافر میشه اگر یک انسان نمیگه چی لو قبول فهمیدی نمیخونش به همین خاطر واجبه بله خب به همین خاطر همون انسان کافر میشه دلیل همین ها یعنی یا قرآن ترک قرآن خندق ترک کردن در یک جای دیگه مقصد همین مردم نه بعد چی با نیت قضا باید قضا او ارمانش فهمیدی یک انسان نماز نمیخونه دست میکشه نماز او کافره اصلی مسئله که ما گفت دادیم در رابطه با این بود که یک انسان در خونه مسلمان باشه میدونه که نماز برای فرض نماز نمیخونه چرا همین انسانی که نماز نخونه کافی نماز خونده باشه من لم نکن من المصلین همیشه داره بیان میکنه او یقرؤون ما اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون داره بیان میکنه همه همیشه دلالت میکنن یعنی که جمهور محدثین هم به همینن یک آدم در خونه مسلمان تولد شده و 16 17 ساله است خب میگه لا اله الا الله محمد رسول الله همه این چیزا رو میدونه نماز نمیخونه اول نماز نخونده شده یعنی که کافره خب چی دلیل بیار هم اوه تمام گوشی تمام الان حاضر تمام دو ترسم کرد این دنیا همه خلاف رو داری جوشیده خب شما بکنه مگه دوام بدیم فرق کنه با این ساعت دیگه شام چی کنه آزان رو برجا شما بخوره والا بداری من